جهان مکانیک. بقای انرژی. همه شنیدین که بحران انرژی وجود داره. بارها میشنویم که میگن ما باید به بقای انرژی کمک کنیم. خب من خبری براتون دارم، این کار ناممکنه. منظورم این نیست که حفظ کردن انرژی کار ناممکنیه، بلکه منظورم اینه که از بین بردنش کار ناممکنیه. انرژی هیچ وقت از بین نمیره. این یکی از قوانین بنیادی فیزیکه. در واقع به زودی متوجه خواهید شد که به طور کلی 3 قانون بقا وجود داره. قانون بقای انرژی، اندازه حرکت و اندازه حرکت زاویه‌ای. این 3 قانون بسیار مهم بقا پایه و اساس فیزیک هستند. اینها 3 کمیتی هستند که نه هیچ وقت به وجود میان و نه از بین میرن. مقدار این کمیت ها همیشه به یک اندازه است و تا ابد باقی میمونه. پس این بحرانی که پیوسته ازش دم میزنن چیه؟ آیا این بحران میتونه به معنی شکست قوانین بنیادی فیزیک باشه؟ صبر کنیم ببینم. بدون شک اشتباهی پیش اومده. انرژی از ویژگی خاصی برخورداره، اما برای پی بردن به این اشتباه ما باید ابتدا انرژی رو بشناسیم. انرژی را به اشکال و فرم‌های مختلف در اطراف زمین و در سرتاسر گیتی طبیعت مهیا کرده است. حتی آن مقداری را هم که در بازی محرک جنگ طلبان به دست بشر از بند رها می شود. انرژی و انرژی بیشتر. انرژی به هر شکل و هر حالتی که باشد و صرف نظر از کاربردهای مختلفش هیچ وقت از بین نمی رود. اما چنانچه این مطلب حقیقت داشته باشد که قانون بقای انرژی هم همین را میگوید، پس چرا همیشه انرژی کافی در دسترس نیست؟ حال که انرژی هیچ وقت از بین نمی رود، اجسام در حال حرکت چگونه حرکت خود را آغاز می کنند؟ اجسامی هم که در حال حرکت هستند، صرف نظر از جهت حرکتشان با توجه به قانون بقای انرژی چگونه می توانند متوقف شوند؟ بعضی ها با وزنه های سنگین و سنگین تر کار می کنند و عده‌ای هم تلاش می کنند وزن اضافی خود را کم کنند. حتی در اینجا هم سوال مهم این است که اگر انرژی هیچ وقت از بین نمی رود، پس چرا عضلات خسته می شوند؟ چرا وزن کم می شود؟ جواب این سوال به طور کلی مانند تمرین و ورزش با کار رابطه دارد. در واقع بخشی از جواب کار است. از دیدگاه قانون بقای انرژی، کار تعریف دقیق و مشخصی دارد. هرچه وزن سنگین‌تر باشد، مقدار بیشتری برای بلند کردن آن لازم است. این یک واقعیت است. و هرچه ارتفاع بیشتر باشد، مقدار کار بیشتر است. کار برابر است با نیرو ضرب در ارتفاع. در نزدیکی سطح زمین، نیرو در این معادله نیروی ثابت جاذبه است که مساوی است با جرم ضرب در شتاب جاذبه. از این رو کار مساوی است با جرم ضرب در جی ضرب در ارتفاع. گاهی اوقات نیرو باعث شتاب گرفتن جرم می شود، اما در اینجا از نیرو برای فائق آمدن بر جاذبه استفاده می شود، یعنی برای بلند کردن وزنه تا ارتفاع مشخص. نقش کار در بقای انرژی منتقل کردن انرژی از مکانی به مکان دیگر است، به طور مثال از عضلات به فولاد.
این وزنه دارای انرژی است، آن هم به دلیل ارتفاعش. این انرژی به انرژی پتانسیل معروف است و با یو نمایش داده می شود. در یک میدان جاذبه ثابت، انرژی پتانسیل هر جسمی به صورت mgh نوشته می شود. به بیان دیگر، انرژی پتانسیل هر جسم دقیقاً برابر با کاری است که برای آن اعمال شده است. این انرژی از این رو انرژی پتانسیل نامیده می شود که در هر ارتفاعی آماده است تا وارد عمل شود. هرچه ارتفاع بیشتر باشد، مقدار انرژی بیشتری در وزن ذخیره شده است. انرژی پتانسیلی که می تواند به حرکت تبدیل شود. انرژی پتانسیل فقط به فاصله عمودی بستگی دارد. اما برای روشن ساختن مطلب، روش ساده تری هم باید وجود داشته باشد. این ماشین های مکانیکی، چرخدنده ها، قرقره ها، بادامک ها، اهرم ها و سطوح شیبداری که مورد توجه خاص گالیله بودند و تمام فناوری های گران قیمتی که اینجاست، همگی برای افزایش یا کاهش و یا تغییر جهت نیرویی به کار گرفته شدند که برای بلند کردن وزن لازم است. انرژی پتانسیل صرف نظر از جهت اعمال نیرو فقط با ارتفاع در ارتباط است و این انرژی پتانسیل در حال تغییر است. هر بار که جسمی بالا و پایین می رود، انرژی پتانسیل ثابت نمی ماند، بلکه تغییر می کند. بنابراین در قانون بقای انرژی آن چیز که تغییر نمی کند. در اواخر قرن 16 گالیله سوالهای مشابهی را از خود می پرسید. اما یک سوال وجود داشت که حتی گالیله هم در یافتن پاسخ آن ناکام ماند. البته او با استفاده از سطوح شیبدار برای کم کردن شتاب اجسام در حال سقوط به نکته بسیار جالبی پی برد. توپ هر مسیری را که طی می‌کرد در نهایت به ارتفاع اول خود باز می‌گشت، چنانکه گویی توپ موقعیت اولیه خود را به خاطر داشت. البته گالیله می‌دانست که اجسام بیجان از چنین قابلیتی برخوردار نیستند. گالیله به اهمیت این پدیده به خوبی واقف بود. او از خود پرسید اگر به خاطر حافظه نیست، آن چیز که توپ را به حالت اولیه‌اش باز می‌گرداند. جواب این معما به راحتی به دست نیامد. کلید این معما سرعت است. توپی که از یک ارتفاع ثابت رها می شود، شیب سطح شیبدار هر اندازه که باشد به پایین ترین نقطه که می رسد همیشه دارای یک سرعت ثابت است. انرژی این توپ غلطان معادل همان انرژی پتانسیل اولیه آن است و فقط به سرعت تبدیل شده است. نوری و افزایش انرژی پتانسیل در بالاترین نقطه منتهی می شود. این تغییر حالت بظاهر ساده انرژی با کار ناچیزی شروع می شود. این مقدار کار ناچیز نیرو ضرب در فاصله ناچیز است. این مقادیر ناچیز جمع می شوند و در حساب دیفرانسیل با انتگرال نمایش داده می شوند. چنانچه کار در مورد نیروی مخالفی که ثابت است انجام گردد، مانند بلند کردن یک جسم از یک ارتفاع به ارتفاع دیگر، مقدار کار اختلاف انرژی پتانسیل در این دو ارتفاع است، یعنی معادل تغییر در انرژی پتانسیل. چنانچه نیروی مخالفی وجود نداشته باشد، باز هم کار انجام شده انتگرال نیرو در بازه فاصله است. اما در اینجا نتیجه کار شتاب بخشیدن به جسم است. به بیان دیگر، جسم سرعت می‌گیرد. چنانچه این بازه را بر حسب سرعت در نظر بگیریم، چه اتفاقی می‌افتد؟ بر حسب سرعت، کار معادل تغییری است که در کمیت 1/2 mv به توان 2 صورت می‌گیرد. این نوع جدیدی از انرژی است. انرژی حرکت معروف به انرژی جنبشی. انرژی جنبشی اجسام در حال حرکت حاصل فرآیندهای پیچیده تری است.
این ورزشکاران با حداکثر سرعت ممکن حرکت می کنند و سپس از این انرژی جنبشی برای پرتاب خود استفاده می کنند. البته آنها با انجام دادن این کار انرژی جنبشی خود را که به زحمت به دست آوردند از دست می دهند. اگر انرژی فقط به همین دو حالت وجود دارد، یعنی به صورت انرژی پتانسیل و جنبشی و هیچ یک از این دو ثابت نمی ماند، پس چگونه است که هیچ حالتی از انرژی از بین نمی رود؟ انرژی پتانسیل پیوسته تغییر می کند و انرژی جنبشی جریان ثابتی دارد. زمانی که مجموع انرژی پتانسیل و انرژی جنبشی را در نظر می‌گیریم، مجموع انرژی مقدار ثابتی است. به عبارت دیگر، انرژی یعنی E برابر است با انرژی پتانسیل U به علاوه انرژی جنبشی K و این مقدار ثابتی است. انرژی پتانسیل ارتفاع به انرژی جنبشی حرکت تبدیل می شود و دوباره به حالت اول. این توپ ارتفاع خود را به خاطر نمی سپارد، بلکه انرژی خود را حفظ می کند. زمانی هم که انرژی آن به طور کامل انرژی پتانسیل است، باید در اولیه خود باشد. تبدیل شدن سرعت به ارتفاع نمایش زیبایی از وجود هماهنگی دقیق و رابطه ظریفی بین انرژی پتانسیل و انرژی جنبشی است. در این حالت هرچه سرعت حرکت بیشتر باشد، ارتفاع پرش نیز بیشتر است. عضلات انرژی جنبشی را لحظه به لحظه افزایش می‌دهند تا جایی که در توان ورزشکار باشد. میله پرش این انرژی جنبشی را به انرژی پتانسیل تبدیل می‌کند. در مسیر برگشت، انرژی پتانسیل هر لحظه با سرعت بیشتری به انرژی جنبشی تبدیل می شود. ولی در اینجا نکته مهمی به چشم می خورد. ورزشکار در این لحظه نه انرژی پتانسیل دارد و نه جنبشی. حال چنانچه انرژی از بین نرفته، پس کجا رفته است؟ در واقع چه اتفاقی برای تمام انرژی های مصرف شده در زمین می افتد؟ در نهایت انرژی پتانسیل و جنبشی هر دو با خاک برخورد می کنند. هیچ چیز در زمین حرکت ابدی ندارد. قانون بقای انرژی، قانون اینرسی و قانون سقوط اجسام گالیله نظریه های علمی هستند، نه علمی تخیلی. برای بهتر تجسم کردن این قوانین باید پا را از تجارب روزمره فراتر گذاشت. بله، باید به دنیایی سفر کرد که تقریباً اثری از اصطکاک نیست، همان دنیایی که ادعاهای گالیله را ثابت می کند. من این دوتا رو میندازم و امیدوارم همزمان با هم به زمین برسن. چطور بود؟ معلوم میشه حق با گالیله بوده. اثبات این نظریه 400 سال طول کشید و میلیاردها دلار هزینه داشت. ولی در کره ما هم اصطکاک وجود دارد. کاشف این حقیقت تنها این فضانوردان نیستند. کشف سوال برانگیز آمریکا را در نظر بگیرید. نخستین کاشف آمریکا مشخص نیست، ولی صرف نظر از نظریه‌های محقق، مورخان به اتفاق هم عقیدند که اولین بار وایکینگ ها در سال 980 پا به این سرزمین گذاشتند و ظاهراً عده‌ای قبلا آنجا را کشف کرده بودند. این خود حکایت دیگری است. به هر حال آمریکا نامی بود که اروپایی ها بر این قاره گذاشتند. نام آمریکا از نام یک دریانورد ایتالیایی
به نام آمریکا ویسپوچی گرفته شده که ابتدا برای اسپانیا و سپس برای پرتغال دریانوردی می‌کرده است. نه، آمریکا ویسپوچی اولین کسی بود که قدم بر ساحل آمریکا گذاشت. نه، کاشف افسانه‌ای انگلستان کاپیتان جیمز کوک و نه برخلاف عقیده عمومی کریستوف کلمب. البته افتخار کشف آمریکا از آن کریستوف کلمب شد، آن هم فقط به دلیل نحوه انجام دادن این کار، نه چیز دیگر. کریستوف کلمب آنچنان خوب آمریکا را کشف کرد که دیگر لازم نبود کس دیگری از راه برسد و دوباره آن را کشف کند. دنیای فیزیک هم مانند هر دنیای جدید دیگری ناشناخته‌هایی برای اکتشاف دارد. مرزها مشخصند. گاهی حقایق واضح و روشنند، ولی اغلب بسیار تیر و تارند. در قلمرو علم فیزیک اغلب برای سختی کار پاداش شیرینی در انتظار است. جیمز پرسکات جول کاشف قانون بقای انرژی است. او اولین کسی نبود که به سیر و گشت در این قلمرو پرداخت، ولی همچون کریستوف کلمب با نقشه‌هایی بازگشت که از آن به بعد مسیر ناشناخته‌ای برای جهانیان وجود نداشت. ژول فرزند یک صنعتگر انگلیسی بود و برای حرفه خانواده‌اش به مطالعه بازه موتورهای حرارتی و الکتریکی پرداخت. او روش مبتکرانه‌ای را ابداع نمود که نشان می‌داد چه مقدار انرژی مکانیکی به گرما تبدیل می‌شود. وزنی که در ارتفاع مشخصی قرار دارد دارای مقدار معینی انرژی پتانسیل است، معادل mgh. ژول سازوکاری ساخت که وزنی در حال سقوط چرخ پره‌داری را در یک ظرف آب ایزوله شده به حرکت در می آورد. او سپس دمای آب را اندازه گرفت. ژول به این طریق نشان داد که انرژی پتانسیل از دست رفته درست به همان مقدار به گرما تبدیل می شود. نظریه ژول یعنی تبدیل انرژی از حالتی به حالت دیگر عملاً در اینجا هنوز ناشناخته است و همان بهتر که آنها اطلاعی از این فرایند نداشته باشند. این حقیقت بر کسی پوشیده نیست که کالری غذا بیشتر به چربی تبدیل می شود. به طور مثال برای سوزاندن 800 کالری حاصل از یک برش کیک شکلاتی باید 2000 بار این وزن را بلند کرد. هدف از تمامی این حرکات بلند کردن وزنه و خم شدنها خلاص شدن از انرژی پتانسیل و جنبشی است و شنیدن این حقیقت مسلم که انرژی هیچگاه از بین نمی رود خبری بسیار ناامید کننده برای این قبیل افراد است. اینجا صحبت از بقای انرژی نیست. هدف آنها از دست دادن انرژی است که به صورت چربی ذخیره شده است. این دستگاه برای تلف کردن انرژی طراحی شده است. در واقع این نوعی بخاری خارق‌العاده است. انرژی جنبشی هر جسم در حال سقوطی به نوع دیگری از انرژی جنبشی تبدیل می شود. ارتعاش اتم‌ها آثار متعددی دارد. آنها با مولکول‌های هوای همجوار خود برخورد می‌کنند و امواج صدا را پدید می‌آورند و همیشه گرما تولید می‌کنند. این گرما از مولکولی به مولکول دیگر منتقل می‌شود. انرژی به هدر می‌رود ولی هرگز از بین نمی‌رود، حتی ذره‌ای از آن. این انرژی از دست رفته که ظاهراً به گرما تبدیل شده درست به همان اندازه موجب افزایش انرژی پتانسیل و جنبشی اتم‌ها و ارتعاش نامنظم آنها می شود. در دنیای علم این فرایند را می توان به دقت اندازه‌گیری کرد. کار، انرژی پتانسیل و انرژی جنبشی هر یک حالتی از کمیت پایه‌ای هستند که با واحد مشخصی نمایش داده می شوند. واحد همگی آنها ژول، معادل 1 نیوتن متر، قدری کمتر از انرژی 1 فوت جابجایی یک وزنی 1 پوندی است. 4/2 ژول مساوی است با 1 کالری، یعنی واحد استاندارد گرما. سرمنشأ انرژی منظومه شمسی فعالیت‌های هسته‌ای خورشید است. این انرژی به حالت‌های مختلفی در می‌آید ولی مقدارش همیشه ثابت است. این انرژی به شکل پرتوهای نور به زمین میرسد و تداوم بخش حیات سیاره ماست.
انرژی مکانیکی تنها به دو شکل پتانسیل و جنبشی است. کار یعنی نیرو ضرب در فاصله انرژی را تغییر شکل می‌دهد. انرژی نهفته در بیوسفر را به انرژی پتانسیل مرئی وزنی که در ارتفاعی از سطح زمین است در می‌آورد. انرژی پیوسته تغییر می‌کند. از پتانسیل به جنبشی، از جنبشی به پتانسیل و دوباره به حالت اول. این تغییر حالت پیوسته روی می‌دهد. انرژی مکانیکی به هر یک از دو حالتی که باشد سرانجام یک بار دیگر ناپدید می شود. البته از نظر ناپدید می شود و اثری از آن دیده نمی شود، ولی نه نابود می شود و نه از بین می رود، بلکه بار دیگر به گرما تبدیل می شود. انرژی هرگز از بین نمی رود و همیشه پایدار است، اما هدر می رود و به حرکات نامنظم اتم ها و مولکول های بیشمار در می آید. بازیافت انرژی سخت‌تر و سخت‌تر و استفاده دوباره از آن تقریبا ناممکن می شود. به هر حال این سرنوشت اجتناب ناپذیر انرژی سیاره زمین است، چه بخواهیم و چه نخواهیم. امروز به اینجا رسیدیم که انرژی از بین نمیره ولی به شکل بیفایده‌ای در میاد. انرژی موجود در 1 لیتر بنزین زمانی که در موتور ماشین احتراق صورت میگیره آزاد میشه. بخشی از این انرژی به طور موقت به انرژی جنبشی حرکت ماشین تبدیل میشه، اما در نهایت تمام این انرژی به گرمای بیفایده‌ای تبدیل میشه که نتیجهش افزایش دمای محیطه. وقتی این اتفاق افتاد دیگه نمیشه این انرژی رو دوباره به بنزین تبدیل کرد. پس میبینین که واقعاً با یک بحران مواجهیم. ما طی چند دهه حاصل میلیون ها سال دسترنج طبیعت رو به مصرف میرسونیم، یعنی سوخت‌های فسیلی رو. وقتی این اتفاق بیفته دیگه ولی به اعتقاد من ریاضیدان ایرانی قرن 11 میلادی عمر خیام به بهترین شکل این قانون رو بیان کرده. خیام میگه زین پیش نشان بودنی ها بوده است، پیوسته قلم به نیک و بد فرسوده است، اندر تقدیر آنچه بایست بداد، غم خوردن و کوشیدن ما بیهود است. بسیار خوب، به امید دیدار. طبق قانون بقای انرژی، با وجودی که انرژی تغییر حالت می‌دهد، مقدار کل انرژی جهان همیشه ثابت است.